50 60 سر گاو داریم. چی بایم نوست و کوغو همه خلا برای همین ما قربانی مثال گوسفند کنیم یا همین یگان تا همین مالای خدا میکنیم. یعنی شما میتونید یک گوسفند کشید، میتونید یک گاو کشید، میتونید مثلا 6 نفر دیگر قربانی کنها یافت شود، همراه شده 7 یکی گاو به همراه شوید. یعنی به شرایطتون نگاه کنید، یک گاو برای 7 عائله کفایه است. یعنی اگر این امکانیت داشته باشه برای شما واجب نیست که یک گاو کشید. از نام یک عائله 7 یکی گاو اجازت است. اگر هم 6 نفر دیگه قربانی کن پیدا کنید، یعنی از 7 یک قسمی گاو به شریک شوید هم میشه. لیکن اگر شرایطتون وسیع باشد و یک خیش و تبار و همسایه های گوشت بسیر میکنم گویید اگر یک خودتان گاوی 2 ساله کشید اگر این هم اجازت هست. همش ذخیره کرده مثلا یک قسمش ذخیره یک قسمش خیر و سخاوت کنید هم اجازت هست. بینید نه وضعیتتون برای شما یک گاوی پر را کشتن واجب نیست، لیکن اگر کشتید خوب است. ما که این یک دریون زندگی میکنیم رسیه و اینجا ما یک خدا ما هیچ کس نیست. همین روز مسجد همین یک وایبر رفتم رایان با هم داملا سوال دادم گفتم هم خیلی قربانی میکرد گفتم نکه همین گوشت یکان کسی میداده که وای نیست گفتم این مسجد رو بیارم میشن میکنم میشن. مسجد رو میبرید مسلمان ها اونجا جمع میشن پخته میتید یا که خودشون پخته میتید اهل مسجد.